ولاگ شماره 115 تا 1. خب بیشتر از 1 سال و خورده ای میشه که از آخرین ویدئویی که توی کانال آپلود کردم میگذره. امروز روز خیلی خاصیه، هم برای خودم، هم برای فیلادلفیا، هم برای ایران از خیلی جوانب مختلف. من امشب همین کمتر از 1 ساعت پیش شاهنامه رو تموم کردم. بیشتر از 3 سال بود که داشتم به صورت صوتی به شاهنامه گوش میدادم. پادکست آقای امیر خادم. پیشنهاد میکنم اگر که دوست دارین که شاهنامه رو به صورت صوتی و با توضیحات بخونید و دنبال کنید، پادکست بسیار خوبیه و کار بسیار ارزشمندیه که آقای خادم عزیز انجام دادن. تاریخ امروز 16 سپتامبر 2025 و 16 سپتامبر در فیلادلفیا به صورت رسمی به نام روز مهسا ژینا امینی نامگذاری شده. باعث افتخار منه که من هم عضوی از گروه فیلی ایران هستم و این کار به همت گروه فیلی ایران انجام شده. الان 2مین سالی هست که ما 16 سپتامبر رو در فیلادلفیا، که کسانی که با تاریخ آمریکا آشنا هستن میدونن که زادگاه آمریکا، زادگاه ایده آمریکا همین شهر فیلادلفیا هست. همینجا هست که نخبه های مختلف سیاسی و اجتماعی فیلادلفیا جمع شدن و تونستن که انقلاب امریکا رو به نتیجه برسونن و کشور آمریکا رو و قانون اساسی آمریکا رو بنیان بذارن. نکته اصلی که حالا برای من بحث آمریکا رو جذاب میکنه، نکات زیادی هست، ولی یکی از چیزایی که حالا مخصوصا ماها باش خیلی سر و کار داریم، ثبات سیاسی هست که توی تقریبا 250 سال اخیر وجود داشته. که ما حالا یک جنگ داخلی بوده، یه سری بالا پایین ها بوده، ولی نهایتا همین قانون اساسی مونده، همین سیستم سیاسی مونده و نزدیک به 250 ساله که کار کرده. نکته جالبش اینه که همون موقع هایی که این اتفاقات داشته توی آمریکا می افتاده، ما توی ایران توی دوران خیلی پرتلاطمی بودیم. تقریبا دوران کریم خان میشه، یعنی صفویه از هم پاشیده و به هر حال نادر میاد میره، یه سری شاهزاده های صفوی همینجور در حال رفت آمد هستن، کریم خان میاد و میره. جنایت هایی که توی هر کدوم از این جنگ های داخلی که داخل ایران داره پیش میاد داره اتفاق میفته و همون موقع حالا ما داریم میبینیم که آمریکا داره شکل میگیره و یه کوچولو بعدش مثلا یه دهه 2 دهه بعدش در فرانسه هم انقلاب کبیر فرانسه اتفاق میفته، یعنی شروع میشه اون که خودش داستان طولانی داره. برای من این اتفاق جالبی بود. من برنامه نریخته بودم که گوش دادن به شاهنامه و قسمت آخر شاهنامه رو دقیقاً در روز 16 سپتامبر بخوام انجام بدم، ولی امشب توی ماشین بودم داشتم گوش میدادم و دیگه دیدم که به قسمت آخرش رسیدیم و داره تموم میشه. یهو یادم اومد که امروز 16 سپتامبر هست، سالگرد قتل مهسا به دست جنایتکارهای جمهوری اسلامی و سالگرد شروع انقلاب زن زندگی آزادی که همه ماها رو تکون داد، همه ما ایرانی ها رو زیر و رو کرد، واقعا منقلبمون کرد و کشور ما رو هم منقلب کرد، جامعه همون رو منقلب کرد. یکی از دلایلی که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم
برای خودمه. یه دلیل دیگهش اینه که احتمالاً حالا یه بخش از خانواده و دوستان، حالا چه دوستان داخل چه دوستان خارج، احتمالاً اینو میبینن. امیدوارم که تا آخر ببینید و خوشحالم که دوباره دارم باهاتون صحبت میکنم. من این کانال رو ول نمی کنم. من مبارزم رو که ول نکردم. اگر حالا میبینید که مثلا یه سال خورده‌ای که توی کانال ویدئویی بالا نمیاد، صرفا به این دلیله که من مبارزم رو به شکل دیگه‌ای دارم ادامه میدم. یه بحث دیگه‌ش هم اینه که به هر حال فشار زندگی و کارهای شخصی و اینا هم به هر حال پیش میاد و من به عنوان یک نفر آدم، من تمام خانواده‌ام همه ایران هستن، اینجا واقعا تک و تنها هم کسی رو ندارم و از همون روز اولی که این انقلاب شروع شد و همه ما با هم در مقابل جمهوری اسلامی شروع کردیم که جدی مبارزه رو پیش ببریم به قصد این که جمهوری اسلامی رو از ریشه خشک بکنیم. من با خودم و با همه اون بچه‌هایی که توی خیابون‌های ایران بودن و من نمیتونستم کنارشون حضور داشته باشم، عهدی بستم که من این مبارزه رو ادامه میدم تا زمانی که جمهوری اسلامی ساقط بشه. و اون موقع توی اون داغی جریان، تو اون موقعی که همه اتفاقات داشت پشت سر هم میافتاد، من شرایطی رو داشتم. یه نگاهی به شرایط اقتصادیم کردم، یه نگاهی به شرایطی که به هر حال من تازه فارغ التحصیل شده بودم، کار نداشتم، باید دنبال کار میگشتم و اون موقع به شرایط خودم نگاه کردم و گفتم که من میتونم تا 6 ماه تک تک ثانیه های تمام روزها و شبهام رو اختصاص بدم به مبارزه علیه جمهوری اسلامی. بعدش برنامه‌ای نداشتم. یعنی برنامه من اون موقع انقلاب بود. به هیچ چیزی فراتر از اون فکر نمی کردم. و خب بعد 6 ماه به هر حال بالا پایین های زیادی اتفاق افتاد. به اون نتیجه‌ای که سیستم سیاسی جمهوری اسلامی فرو بپاشه و از بین بره، خب نرسیدیم. الان 3 سال داره میگذره، 3 سال گذشت دقیقاً. هنوز سیستم سیاسی جمهوری اسلامی کاملا از هم نپاشیده، اگرچه که ما دستاوردهای بسیار بسیار زیادی داشتیم و رژیم هم به شدت آسیب دیده. اما خب بچه های ما، مبارزهای ما هم خیلی آسیب دیدن، خیلی ها زندان رفتن. یعنی واقعا من خودم رو هیچ اصلا نمیخوام بگم که من آسیبی دیدم یا اتفاقی برام افتاد، ولی من تا جایی که میتونستم، هر هزینه‌ای که میتونستم بدم رو برای این مبارزه دادم. توی اون 6 ماه هر چی که داشتم گذاشتم. بعدش دیدم که میتونم 6 ماه دیگه هم بذارم و تقریبا اون 6 ماه بعدش رو هم، حالا اگر نه 100% شاید 90% کل زندگیم، انرژیم، توانم، پولم، همه چیم رو گذاشتم که این انقلاب رو پیش ببرم، این مبارزه رو ادامه بدم، مبارزه رو متوقف نکنم. ولی بعد از 1 سال دیگه شرایط زندگی خودم به جایی رسید که دیگه به جای اینکه جمهوری اسلامی بخواد از هم بپاشه، زندگی من داشت از هم میپاشید و یه مقدار مجبور شدم واقعا، برای اینکه دیگه بی خانمان نشم و پول غذا داشته باشم و زندگیم بخواد جلو بره، یکم به کاروبار خودم برسم، برم یه کاری پیدا بکنم و دیگه خب حالا دیگه کار فول تایم که آدم داشته باشه، درگیریای اون هم وجود داره. اما با همه این اوصاف هیچ وقت از مبارزه دست نکشیدم. بعضی وقتا کمتر، بعضی وقتا بیشتر. هر موقعی، هر جایی، به هر صورتی، هر میتونستم توانم رو بذارم برای آسیب زدن به جمهوری اسلامی و برای کمک به عزیزان و همرزمانی که دارن برای رسیدن به آزادی تلاش میکنن، دارن برای از بین رفتن گفتمان جمهوری اسلامی، نه الزاماً فقط از بین رفتن این سیستم سیاسی فعلی، برای از بین رفتن سیستم استبدادی، برای از بین رفتن سیستم تک نفری
برای از بین رفتن فاشیسم از هر نوعی، چه بخواد فاشیسم دینی باشه چه بخواد هر نوع دیگه ای از فاشیسم باشه. من هدفم اینه که به اون آزادی خواهانی که برای از بین رفتن این سیستم های استبدادی دارن مبارزه میکنن تا جایی که میتونم کمک بکنم. به هر حال توی این 3 سال اتفاقات بسیار زیادی افتاده، بالا پایین خیلی زیاد شده، رژیم آسیب‌های خیلی زیادی دیده، جایگاهی که توی منطقه داشته رو از دست داده. خود خامنه‌ای ضحاک هم بی‌آبرو شده، هم ضعیف‌تر شده، هم مشروعیتش از بین رفته، چه در بین کسانی که شاید به هر حال وسط باز بودن، به هر شکلی یه امیدی داشتن به اینکه این سیستم مافیایی خامنه‌ای و دور و بریاش بتونه یه کاری بکنه. این مشروعیت الانی که ما داریم صحبت میکنیم خیلی خیلی بیشتر از 1 سال پیش، خیلی بیشتر از 2 سال پیش، خیلی خیلی بیشتر از 3 سال پیش از بین رفته. و حتی بین طرفدارای خود حکومت هم، حتی بین کسایی که خامنه‌ای و مرشد خودشون میدونن هم، دیگه اون مشروعیت و اون مقام الهی و قدسیتی که خامنه‌ای داشت به مقدار خیلی زیادی شکسته. به هر حال این روزهای هم تلخه هم شیرینه به خاطر اینکه ما همه کنار همیم، ما دور هم جمع شدیم، ما خودمون رو پیدا کردیم، ما کشورمون رو پیدا کردیم. یه کوچولو در مورد شاهنامه میخوام صحبت بکنم. من وقتی که شروع کردم به گوش دادن شاهنامه، خب اول اینکه رفتم یک پادکستی، یک کتاب صوتی پیدا بکنم، چون نه متاسفانه نه کتاب شاهنامه رو دارم پیش خودم، بعدم خب کتابی نیست که مثلا بخوام تو کیفم بذارم با خودم این ور اون ور ببرمش، و همین که خب خوندن، این که بخوای بخونی آسون نیست. من خیلی یه بخش بزرگی از شاهنامه رو توی ماشین گوش کردم، چه در حال مسافرت چه در حال این ور اون ور رفتن، و تونستم که از این زمانی که حالا بین مسیرها و اینو دارم استفاده بکنم و تموم کنم. یک کتاب به این بزرگی، به این عظمتی رو تونستم که در حدود 3 سال، من یک چند ماهی قبل از نمیدونم چند ماه بود یا شاید بیشتر از چند ماه بود، اینکه دقیق که شروع کردم یادم نمیاد، ولی فکر کنم 2021 بود یا حتی قبل از 2021 بود، حالا دقیق یادم نمیاد که کی شروع کردم، ولی چندین ساله، فکر کنم بیش از 4 ساله که به هر حال به صورت گذری تک و توک یه سری قسمت‌های مختلف رو گوش میدادم و امشب دیگه آخرین قسمت شاهنامه رو هم تموم کردم. فکر میکنم برای اینکه بخوام ببندم این ویدیو رو، 13 دقیقه شده که دارم صحبت میکنم، اینو احتمالا فقط همین خانواده و دوستان و اینا نگاه میکنن، کسی دیگه ای نگاه نمیکنه، ایرادی هم نداره، منم پیامم فقط برای شماست. من گوش دادن به شاهنامه رو زمانی شروع کردم که از ایران تقریبا کامل دل بریده بودم. من خیلی آسیب دیدم اون زمانی که اون مدتی که توی ایران بودم، و نه فقط از حکومت، از فرهنگی که از این حکومت و از جنایت‌های حکومت حمایت می‌کرد خیلی آسیب دیده بودم و واقعا زده بودم. از دورویی خسته شده بودم، از اینکه حرف از افتخار به گذشته و از فرهنگ والا و اینها میشه زده میشه، ولی توی خیابون وقتی میبینی که مینیبوس میارن، من یادمه اون اوایلی که گشت ارشاد شروع کرده بودن، هنوز اون مافیای ونهای گشت ارشاد درست نشده بود، مینیبوس های نیرو انتظامی رو مینداختن توی خیابون و مردم رو میکشیدن، دخترای مردم رو میکشیدن مینداختن توی مینیبوس و همه هم نگاه میکردن
هیچ کی حرفی نمیزد. یه سری حتی وای میستادن کنار، یه پوزخندی میزدن، میخندیدن، بعضی حتی یه سری تیکه مینداختن و خیلی سخت بود برای من واقعا خیلی سخت بود. و اون شرایطی که من میدیدم، من بچه بودم وقتی این چیزا رو میدیدم، برای من واضح بود که اگر من توی ایران بمونم و شاهد این داستان ها باشم، نهایتاً یک درگیری پیش میاد، من نهایتاً سر از زندان در میارم. یعنی برای من هیچ شکی وجود نداشت که با اون سیستمی که توی کشور به وجود اومده بود، دیر یا زود عاقبت من در زندان بود. در بهترین حالت، اگر اتفاقات فراتر از اون نمی افتاد، در بهترین حالت من توی زندان بودم. و حالا خیلی شاید اون جوری که من از ایران رفتم رو به عنوان برای ادامه تحصیل نگاه کنن، ولی واقعا من فرار کردم که سر از زندان یا زیر خاک در نیارم. و برای من اون روزی که دیدم مردم اومدن توی خیابون و دارن به خامنه‌ای همون چیزایی که لایقش هست رو میگن و دیگه از این نظام گذشتن و دارن روسری هاشون رو میسوزونن، دارن موهاشون رو قیچی میکنن، برای من یک روز تازه‌ای بود، برای من یک ایران تازه‌ای بود، برای من یک فرهنگ جدیدی بود که داشتم داخل ایران میدیدم و اون رو دوست داشتم. بعد سالها من با فرهنگ ایرانی، من با جامعه ایران، من با مردم ایران آشتی کردم. ولی خب از چند سال قبلش من گوش دادن به شاهنامه رو شروع کرده بودم. یک سری کتاب‌ها در مورد تاریخ معاصر ایران رو شروع کرده بودم به گوش دادن، کتاب‌های صوتی. و خوشحالم که توی این چند سال گذشته مسیر من به این جایی که الان هستم رسید. دیگه این آخر ویدیوه. حرفی که میخوام بزنم اینه که مبارزه ما ادامه داره. انقلاب زن زندگی آزادی از خیلی نظرها جامعه ما رو همین الان که هستیم منقلب کرده. اون انقلابی که باید اتفاق میافتاد اتفاق افتاده، انقلاب اجتماعی اتفاق افتاده، انقلاب فرهنگی اتفاق افتاده. در سیاست ما حتی یک زلزله خیلی بزرگی اومده، اگرچه که سیستم سیاسی، اون انقلاب سیاسی که شاید خیلی همون توقع داشتیم هنوز اتفاق نیفتاده، ولی در سیاست ما یک زلزله بسیار بزرگی رو به وجود آورده این انقلاب و کماکان هم ادامه داره. تا زمانی که ماها داریم نفس میکشیم و ماها داریم صحبت میکنیم و با هم در ارتباط هستیم، این جنبش ادامه داره و حتی بعد از اینکه سیستم سیاسی هم تغییر بکنه، انقلاب زن زندگی آزادی از پا نمیسته. برای من حالا بعد از 3 سال که از شروع این انقلاب داره میگذره، برای من به شخصه اون روزی که من خبر بستری شدن مهسا در بیمارستان رو دیدم و 1-2 روز بعدش که خبر رفتن مهسا از بینمون و شروع انقلاب زن زندگی آزادی رو دیدم، زندگی من به 2 بخش تقسیم شد، به قبل از اون اتفاق و بعد از اون اتفاق. قبل از اون اتفاق اگر شما می اومدی 2 تا گزینه جلوی من میذاشتی، مرگ و زندگی، من مرگ رو انتخاب میکردم. من توی دوران تاریک و سیاهی بودم به خاطر آسیب‌های خیلی زیادی که توی ایران دیده بودم و همینطور اتفاقاتی که بعد از مهاجرت برام اتفاق افتاده بود. اما دقیقاً بعد از اون روز و تا همین الانی که اینجا هستم و احتمالاً تا آخر عمرم، اگر همین 2 تا گزینه مرگ و زندگی رو جلوی من بذاری، امروز جواب من اینه که من به هیچ وجه مرگ رو نمیخوام، چون میخوام با تمام وجودم از ته قلبم میخوام زنده بمونم
و از بین رفتن جمهوری اسلامی رو ببینم. من آدم دینداری نیستم، به هیچ دینی اعتقاد ندارم، به بهشت و جهنم و خدا اینا اعتقاد ندارم، ولی به هر حال اگر بهشتی وجود داشته باشه، هیچ بهشتی برای من زیباتر از این نیست که از بین رفتن جمهوری اسلامی رو ببینم. و حتی بعد از بین رفتن جمهوری اسلامی، هیچ بهشتی برای من زیباتر از این نیست که آبادی و آزادی ایران رو ببینم. چون لومپنهای جمهوری اسلامی به ما میگن، به ما ایرانی‌ها میگن که اگه جمهوری اسلامی نباشه ایران از بین میره، ایران داغون میشه، ایران ویرانه میشه. و من واقعا برای اون روز زنده‌ام که اینها نباشن و ما باشیم و ایران رو بسازیم و یک نمونه ای از ایران بهشون بدیم، به همه دنیا نشون بدیم، نه فقط این ارزشی ها و بسیجی ها، به همه دنیا یک نمونه ای از ایران رو نشون بدیم که همه بگن ای بابا ای کاش اینا 40 سال پیش میرفتن، ای کاش اینا 45 سال پیش میرفتن. من ایمان دارم به اون و برای این زندم. جمهوری اسلامی با جنایت‌هاش به من دلیل زندگی داد. دلیل زندگی من اینه که از بین رفتن جمهوری اسلامی رو ببینم و آباد شدن ایران رو بعد از جمهوری اسلامی ببینم. ما توی دوران بسیار سختی هستیم. الان که من دارم از امید و آبادی ایران و آزادی ایران صحبت میکنم، شرایط ایران بسیار وخیمه و ناآگاه نیستم، با اینکه خب زندگی نمی کنم توی اون شرایط. تأثیر داره روی من، خیلی روی زندگی من و شرایط من تأثیر داره اتفاقات که توی ایران داره میفته. اما به هر حال من خیلی زندگی بهتری دارم نسبت به کسی که توی ایران داره زندگی میکنه. اما با همه این سیاهی‌ها و تاریکی‌ها من به امید اعتقاد دارم، چرا که جمهوری اسلامی ابزار سرکوبش، ابزاری که میخواد با اون ما رو بکشه، ما رو بشونه پایین و خودشون بالا وایسه، ناامیدیه، سرکوفت زدنه و اینه که بگه هیچ امیدی به آینده نیست، آینده شما سیاه و تاریکه و همینیه که هست. و برای مبارزه با این تاریکی و پلیدی من ابزار مبارزم امیده. یکی از دلایلی که من نمیخوام بمیرم به خاطر اینه که جمهوری اسلامی میخواد من بمیرم. اگر جمهوری اسلامی میخواد من و امثال من بمیریم، ابزار مبارزه من اینه که زنده بمونم و زندگی خوبی داشته باشم. در این سالگرد مهسا نکته آخری که میخوام بگم اینه که باعث افتخاره که گفتم جلوتر توی ویدیو گفتم، ما در فیلادلفیا 16 سپتامبر رو به نام مهسا ثبت کردیم. در تاریخ فیلادلفیا الان این ثبت شده، 16 سپتامبر به نام مهسا امینی، به نام مهسا ژینا امینی ثبت شده. همون فیلادلفیایی که توش قانون اساسی آمریکا تصویب شد، همون فیلادلفیایی که مرکزیت و رهبریت آزادی خواهی در دوران انقلابشون، در دوران انقلاب آمریکا، در همین شهر اتفاق افتاد. در همین شهر فیلادلفیا یه گروهی از ایرانی‌ها که منم این افتخار رو دارم که بخشی از اون گروه باشم، 16 سپتامبر رو به نام مهسا ثبت کرده و این در تاریخ میمونه و ما هم یاد و خاطره مهسا و انقلاب زن زندگی آزادی رو همیشه زنده نگه خواهیم داشت. مبارزه ما ادامه داره. به یاد مبارزانمون در داخل زندان‌ها باشیم. یکی از بزرگترین خواستهای ما باید این باشه که زندانیان سیاسی هرچه سریعتر بدون هیچ قید و شرطی آزاد بشن. زندانیان سیاسی چشم و چراغ ما هستن. اونها کسانی هستن که بیشترین هزینه ها رو دادن و اونها کسانی هستن که راه آزادی رو به ما نشون میدن. قسم به خون یاران
ایستاده ایم تا پایان. این راه ادامه داره و ما مطمئناً پیروزیم. پاینده ایران، زن، زندگی، آزادی.